خواسته توی زندگیت داری که فکر میکنی خیلی محاله، دیگه رسیدن بهش برات خیلی سخته، خداوند رو به این 4 فرشتش قسم بده. هر وقت ناامید شدی خداوند رو به مقام این 4 فرشتش قسم بده. وقتی که تو به این 4 فرشته قسمش میدی، در واقع داری 4 در رو برای خودت باز میکنی. درهای رزق آسمانی رو به روی خودت باز میکنی و این قسم صدها ساله که داره ازش استفاده میشه. پس مطمئن باش که خیلی معتبره. حالا چطور انجامش بدی؟ حتما باید 7 شب متوالی این کار رو انجام بدی. اینجوری قسم میدی خدا رو: خدایا تو رو به مقام جبرئیل قسم میدم که پیام رو به دلها میرسونه، تو رو به مقام میکائیل که روزی رو قسمت میکنه، تو رو به مقام اسرائیل که دگرگونی ها رو رقم میزنه و تو رو به مقام اسرافیل که تغییرها رو رقم میزنه. دل منو روشن کن و خواسته قلبیم رو اجابت کن و از نتیجه رها باشی. حتما برای اون کسی که میدونی الان نیاز داره که سریع به خواستش برسه بفرستش و پایین همین مطلب برام بنویس: خدایا من بهت اعتماد دارم.